رندوم فکتایی که میتونه جون شما رو نجات بده. پارت 2. پس با دقت گوش کنین. اگه یه وقت دیدین تاکسی یا اسنپ داره از یه مسیر دیگه میره، وانمود کنین دارین پای تلفن با یه نفر حرف میزنین. بعد مشخصات ماشین رو توصیف کنین. اگه کسی شما رو دزدید، تا میتونین از خودتون رد و نشون به جا بذارین. چیزایی مثل بزاق یا تکه لباس بهترین نشونه است. برای شوخی و مسخره بازی وارد مسیر بولینگ نشین. دستگاه بولینگ خیلی خطرناکه و بلافاصله شما رو له میکنه و میمیرین. وقتی یک کسی که بهش اعتماد ندارین به خونه شما میاد، بعد از رفتنش درها و پنجره ها رو چک کنین تا مبادا قفلا رو باز کرده باشه تا بعداً یواشکی بیاد داخل. افراد باهوش لایک و ساب میکنن. قبل از اینکه سوار ماشین خودتون بشین، صندلی عقب رو چک کنین و به دور و اطراف ماشین نگاه بندازین تا مبادا کسی قایم شده باشه تا شما رو بدزده یا به قتل برسونه.